سلام و درود خدمت شما عزیزان. انشالله که خوب صحتمند باشین دوستان عزیز. چه یک ساختمانه، چقدر زیبا، چقدر عالی، چقدر مقبول و هم در چه موقعیت نزدیک هتل پروان شهر کابل. دوستان عزیز، از این زیبایی، از این هر چی بگویم کم از پایین کلا سنگ کار شده، بالا میتونه دیزاینای خورده، بسیار مقبول. نام مجتمعش هم مجتمع تجارتی و رهایشی رحمان است، ولی چقدر مقبول است، چقدر زیباست. اما گفته یگان دونه آب دهنم میاره، اینقدر زیبا و مقبول است. خب دوستان عزیز، بریم اما تو به پیش میریم. ما دیگه فعلا دوستان عزیز در چهارراهی هتل پروان شهر کابل هستیم و ما نمیخوایم که از هتل پروان دیدن بکنیم. ما از هتل پروان شهر کابل گذشتیم، میخوایم بریم به کدام طرف؟ به طرف سیراهی خواجه بغرای شهر کابل. دوستان عزیز، هوای کابل به حد اندازه گرم است، یعنی به حدی که اگر برق بره چند دقیقه پکه نباشه، باد نباشه، سر تا پای آدم پر از آب میشه، خصوصا کسایی که زیاد رق میکنن دیگه هوا به جان از او. دوستان عزیز، گازم کیلوی 47 افغانی هست. اینه که میبینین فعلا دیگه این طرف هم بسیاری خصوصی طوفان علم، چه این نام مانده، طوفان علم. یک ذره پیاده رو بریم دوستان عزیز، اگر یک ذره یک سایه پیدا شد و این طرف کمر ما رو سوختاند. بریم دوستان عزیزم و پیش میریم سلو ببینیم که چه خانه های دیگه ساخته شده. دوستان عزیز، چقدر مقبول هستن واقعا. شما این خانه ها رو ببینید، در اون پشت سر اون طرف شما است که یک مقبول تا کمره نمیفهم که از دور چطور معلوم میشه، ما از نزدیک واقعا بسیار مقبول هستن دوستان عزیز خانه ها. طرف ببینیم بلند منزلا رو زیادتر حالا این تو دوستان عزیز به شکل جور میکنن که سنگی، مثل سابق که بود کاشی میگرفتن، حالا سنگ میگیرن ساختمان ها رو و زیباتر میشه همون ساختمان ها و همون جایا. این طرف دوستان عزیز خانه هایش زیباتر است، ببینید چقدر مقبول است. خوش آدم میاد. چند دانه در حال ساخت ساز هم از این طرف دوستان عزیز نه در دستور ببینید در حال ساخت ساز است. اوه دوستان عزیز، می هفته و در پشت آدم میزنه که بسیار وضعیت آدم خراب میکنه. ما در گرمی دوستان عزیز در آفتاب سوزان این برتان ویدیو میگیریم، کابل برتان نشان میدیم، شما حمایت هم نمیکنین، یک لایک، یک کامنت، یک شیر نمیکنین. باز بعض اوقات باز یگان سفارش هم میتیم که از اینجا ویدیو بگی، از اونجا ویدیو بگی. با شما یک ذره یک لایک کنین، یک کامنت بانین. بعضی وقتا اگر دلتان شد در خود یوتیوب همون یک گزینه گیفت است، اون گیفت ها بزنید که ما یک قسم حالا تازه بگیریم، انگیزه بگیریم که بتونیم پرقوت برای خود ادامه بدیم و به شما کابل نشان بدیم. این طرف هم دوستان این خانه ها واقعا بسیار مقبوله. تو دیگه خانه هم نو جور میشه، بسیار زیباست. بلاک ها رو ببینید دوستان عزیز، ببینید بلاک ها رو چقدر زیباست، چقدر مقبول است. دکان های از اینجا رو ببینید دوستان عزیز، مثل دیگه خوراک فروشی ها ور نیست، چقدر منظم و چقدر زیباست. دوستان عزیز که یفته آدم از بین میبره، واقعا بسیار گرم است. لبنیات خالص قره‌باغ. اون طرف هم جیم دیگه. از این منطقه چی میخواین دوستان عزیز؟ خواجه بغرای شهر کابل همه چیز داره، سرکا پخته، خانه ها زیبا، مکاتب نزدیک، دکان ها هم پر جمع جوش. دیگه بهتر از این چیست؟ همین عرق از دوستان عزیز که سر روی آدم سر تا میشه که حیران اون آدم که چی کنه، که چقدر آب بدن. اینجا که دوستان از یک ذره سایه میشه، فکر میکنی که در بهشت آمدی یک دفعه. یک قدری سایه و دور از آفتاب مزه میته و کیف میکنه. خوش به حال کسایی که در ولایت‌های افغانستان هستن یا کسایی که در خارج از کشور هستن و در نزدیکای جاهای هستن که آب روان است، آب پاک است که بتونن آب بازی کنن. این دوستان از تاورا رو در این طرف ببینین،
این تاورا رو ببینین دوستان عزیز چقدر مقبول هستن، چقدر زیبا بلند. اما تو گفته یگان دونه بالا سعی کنی کلاه پایین بفته از اونو تاوراست. تمام از اینا دوستان عزیز گرمی را غنیمت شمرده و اون خانه ها را بازسازی میکنن. اون طرف ببینید این بلند منزل سفید اون تازه رنگش کرده میره، دوباره بازسازی داریشه، رنگ کرده، ساختمان تازه جور شده در حال خلاص شدن است. میگم رنگش سفید است و بسیار پاک و مقبول. این طرف دوستان عزیز از سایه مایه هم خلاص شدیم دیگه، پیاده بریم. از این پشت ما آب چکیده میره و چی بگویم دیگه، شاید باز خوشتان نبیه. واقعا گرمی کابل بی حد اندازه شده، 37 درجه است دوستان عزیز گرمی فعلا اینمی دقیقه 37 درجه است اینمی منطقه. یعنی حال شما خودتون فکر کنین. و دوستان عزیز از ما هم کرده آفرین از اینی مردم، آفرین از اونها. ما در تصویر میبینین شما شارواله کابل است. آفرین از اونها، آفرین ترافیک کابل و آفرین کسایی که از زیر آفتاب کار میکنند. واقعا در این روزا آفرین همگی دیگه دوستان عزیز. کار مجبوری است، باید همه کار کنه به یک طریق نه یک طریق پیسه خود پیدا بکنه، پول زندگی خود تا که بتونه روزگار خود بچلونه دیگه. اونجا دوستان عزیز تقریبا سیراهی خوجه بغرا هست که چی کنیم توجه بریم، چیز خاص هم نیست دوستان عزیز. خوجه رو ببینیم از این منطقه دور میخوریم. اما تو دوباره ما براتون میخوایم این ساختمان ها رو نشان بود، بلا منزل ها رو که ببینین یگان دارم. کابل هیچ چیز نداره نمیداره. میری قلعه نجارا یا سرای شمالی گفتم نه. خب به هر صورت دوستان عزیز میگن کابل هیچ چیز نداره. یه هنوز بخشای ساده کابل از دوستان عزیز. ما شما رو طرفای کارت 4 ببرم یک روز، طرفای شهر نو 500 فامیلی کابل، بعض جاهای دیگه که ببینید شما کابل بفهمین کابل کجا هست و چی را کابل میگن. یک دو جای خاکبار دیدین بیربار همیشه در ویدیو اونمون هم سرش مانده که نه کابل انتشار است نه خیر. نه کابل زیباتر از اون چیزی است که شما فکرش میکنین دوستان عزیز. ببینین اون ساختمان ها رو دوستان عزیز چقدر زیبا. این طرفش ببینین بلند، اما تو نقل میدان رو معلوم میشه از هر جایی که ببینین چه سرکا پاک، شاروالی کابل اون پاک کرده میره، سبزه سایه. به طرف های دیگر که نه بچه ها براین دیگه زیباتر از این کابل دیگه فکر نکنم میشه زیباتر. خب اما قدرش دوستان عزیز چیز هست که مردم میگن و او چیز نیست. کابل بسیار زیباتر و مقبول تر است. شما وقتی قدم بزنید دمی گرمی دیگه نمیالد خوشتان میاد با هوای کابل دوستان. از اینجا این آشپزخانه تاکسی تارام هست. خب دوستان عزیز فکر کنم امروز زیادتر از دیگه روزا که درباره کابل گپ زدم. امیدوارم که از ویدیو خوشتان آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی. همه تانا به الله متعال میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. ما بریم دوستان عزیز دیگه که یک جایی را پیدا کنیم که یک ذره همین خود سرد کنیم، یگان کلال مولر یگان چیزه نمی دکان ها بشینیم، یگان چیزا بخوریم که گرمی از سر ما بپره و گرمی نزنیم. ما دیگه به الله متعال میسپارمتون. روزگار خوب و خوش داشته باشین و همیشه